پرون ما هغه پورې درس ویلی کنه تو از پشتو خو گرفته میتونی نیشم یگان دری ما قدر قوی نیست نه باز مجبور میشم یگان شیم مقصد مطلب بگیریم صحیح دیروز ما که کانتورا و اینمی گپا خلاص شده بود نه ولی یک چیزی بود که نقاط نورده بودیم اونجا جور میکردیم در خود چی مثلا در ریویت در صفحه ریویت کار میکردیم ولی نقاط نورده بودیم. نقاط خیلی مهم هستن. خب به خاطر نقاط ما میریم ماسینگ این سایت اینم اینجا سایز اینجا میریم توپ و سرپیس سایز نه ما نقاط دیروز اینمی نقاط ماندیم نقاطی که مثلا سیوال 3D برایت میشه که در ساحه یک نفر کس سروی کرده باشه اونمو نقاط دیتا برایت میاره شما چی رقم پروژه اونجا چی کنید اونمو خیلی مهم هستن نه اونمو امروز میخوانیم سایز دلته زه مخکې خو موږ خپله یو سرفیس جوړ کړی و کنه نقاط مغه کړی و دلته کریټ فرام امپورټ سپیسیفای پوینټس فایل دی دلته صحیح ده دې ته زه اینجا سایت میشه که شما کار کنید از کدام فایل ها میتونید نقاط بیاره بگیرید از چه قسم فایل ها یه میشه مثلا کاما دیلیمیتد کنه نه یک CSV ده یک از تکست میشه اونمو علی میگیم برایتان یک دانه ما چه کردیم با این ریویت جور کردیم که کدام نقاط میشه که بخوانه ریویت یکی چی رقم جور میشه اگر بخوای برای جور میکنیم اونمو ما تیار چی کردیم آماده کردیم به اینمی حالا میریم معمولا اکسل میباشه نه اینمی CSV میشه بیاریم توتالستیشن گرفته میشه او قدر ما اینمی ما کاما دیلیمیتد تکست آلی میاریم سیس اینمی را ما داریم اینمی اینجا هستن خب اینمی این تیار هست اگر ما اوپن کنیم ببینی را اوپن میکنیم اینمی علی اگر ما بیاریم اینمی ریویت نمیپامه خوانده نمیتونه نه بخاطر نمیپامه اینجا شماره داره اینمی باید هیچ نداشته باشه در ریویت ایتو باشه مثلا XYZ اینجا لیبل هست روی XYZ لیبل هستن و اینمی مثلا گراوند هستن اینمی چیزا نوشته کرده اگر ما اینمی را بیاریم نمیتونه که اکسل چی بخوانه اینمی ریویت نمیتونه یکی و دیگه پایل اینمی استن این پایل ببین این را میاریم این ببین جور شده و یک نداره شماره و دیگه که لیبل هستن و یه چیزم نیستن یعنی شماره و لیبل فقط XYZ باشه XYZ باشه از زید مو طرف شاید یک چیزی او نمیخوانه دیگه ریویت او قدر باز استینگ نارتینگ ولیویشن میگیره خلاص این سیچ چون توپوگرافی میگیره مکتم دا شان پکار دی مثلا کدا دیتا را سره و سینور پکارم ندی دی ریویت لپاره صحیح دی ما اینمی فایل میتونیم بیاریم و او دیگه نمیتونیم اینمی فایل ما میاریم بازو دیگه که چه قسم ما میتونیم جور کنیم برای جور میکنیم صحیح یک دفعه اینمی را بیاریم اوپن برایش میگی اینم اینجا یونیت برایش انتخاب میکنی که با کدام یونیت شما استفاده میکنی اوکی میکنی اینجا فینیش برایش بگوین باید بیاین خب ما در لیول یک هستیم سایز در سایت میریم اون آمده حالتا پا منگ لیول 1 که وزکه این اینجاست محمود کلی توپوگرافی ما آمد تنها با یک چند کلیک اگر حالی دا خودی چه برین دا 3D دا ویو برین این 3D کلی سرپیس هست این ریلیستیک میبینی پایینش کنین ای دا اینمی شیدر یا کمی خوبتر معلوم میشه یا اینمی از اون هیدن لاین که از خوب هستن ای اگر حالی ما که پیش نامگذاری میکردیم نه کانتورا اگر دیگه سیتینگش چی میکنین اینجا میشه که کل کارا سریشان بکنین اونا در سایت میرین در سایت که رفتین لیبل بگیرین
دا نو اوس تکراری هغه دی هېڅ که دې ته نور لاړ نه سم ښه دی څنګه لیبل دا د لیبل اخیسته چیز دیروز کار کردیم روز کار نکنیم اونمو را کار نمیکنیم سعی است ما که اینمی پایل چی رقم به این نقاط جور کنیم اونمو را کار میکنیم که به این آورده میتونیم یا نمیتونیم سعی است تا اینجا کدام مشکل نداریم دیگه هم چیزی که در سایت بود کلش خوانده شد نه خب سب ریژن برای گفتیم یا به دا دیگه نورسته وایو سیده پراپرتی لاین دی او نور گریدد ریژن دی یا گریدد ریژن هم حالی میخوانیم گریدد یک اینمی نقاط که ما آوردیم نه این نقاط خب مثل که سروی شده و نمو رقم هستن اگر حالی دیزاین کرده باشی مثلا گریدد که لیولایتان فرق میکنه نه این میشه که شما برین در گریدد ریژن اینجا برایت میگه create a new topo surface exactly like the existing one که اینمی چیزی هسته نه این برایت کاپی میکنه یا میگه create a new topo surface based on the perimeter point only تا نه اونمو perimeter point ها که هستن اونمو برایت بگیره شما یکش انتخاب کنین اینمی اینجا خودتان یک توپو سرفیس دیگه جور کنی سر اینمی و ایلیویشن ها که خودتان داری از دیزاین میشه اونم اینجا ما مثلا اونجا با متر بود نه اینجا مثلا یک دلتا ان 93 مترم فکر کوم کنه زه دلتا سلور کوم سایده سلور کوم نقطه دلتا هغه کوم ټاکم دلتا نقطه ورکه دلتا دا بلګ هغه کو سایده زیات بکو مثلا دا 1200 خو اوس د سم نه ښکاري راته ښه اوکې که دا اوس د هغه منځ کې جوړه سوې دی ونمو کې د ګریډډ ریژن مو چې جوړ که د هغه په منځ کې یو بل سرفیس جوړ سو صحیح ده اوس که موږ 3D ته لاړ سو اوس وګوره دا وینې دا سرفیس خب ما زیاد بلند اونمو چیزا دادیم خب حتما اون نقاط باید بخونیم یک سرفیس دیگه جور میشه میبینی چقدر بلند هستن از اونمو خب اگر اینمی دقیقه بخوانی که نقطه ما اونجا مثلا 100 سانتی بلند هستن نه که چیزی که در خود سروی داده شاید ما اونجا که گریدینگ کنیم سرک است یا دیگه هستن از او بلند باشه یا کمی بلند بته اونمو سرفیسی که گرید میکنی اونمو برایت میته بازاردو معلوم میشه خب مثل که اینمی هست اگری دیلیت میکنی اونا دیلیتش کنی اینمی تو یا که پده که اوز جوڑ که لکه که آغا واخلو کنه تو په سرپی وړي هغه ورته ورکو کېدای سي بیا ډېر هغه راسي څنګه ګوره هلته موږ یو څه تېروتنه هم وکړه کله کله یې سړي پام کېږي نه هغسې مو باید نه وای کړی دا مو سلیکټ کړی وای بیا اوس هغه ته تللی وای دلته اوس که موږ ته په سرفیس جوړ کړو اوس ګوره هلته خپله یو بله ساحه دی باندې جوړیږي اونجا کم اشتباه کردیم خب ببخشید دیگه اوس که دا وکړو دغه اوس یو بله توپو سرفیس همدې منځ کې جوړه سوه ده دی خو مطلب گرفتی نه که چه رقم جور میشه او دفعه دیگه ما چه اشتباه کردیم خب صحیح جور نشد او رقم باید نمیکنیم مثلا کنترل زد میکنیم پس اینجا میریم برو پس خیر از تکرار بیان این نمیر Ada bir yapacağım ama şunu diğer details kalmadı. Şunu ne sadi details to call اون نقاط سدی بود یکی چه رقم جور میکنیم خود دیگه تو په سرفیس ما جور کردیم ده دفعه اول فکر ما هم نشد خب اینجا گرید ریژن هستن یک شین ای را باید سلکت کنی خب ای را که سلکت کردی حالی رفتی اونمو نقاط نو که از گریدینگ داری الیویشن ها داری اینمی حالی که برش بته اونم بیخی صحیح دقیق میگیره خب مثلا اینمی ها برش میته اون بیخی دقیق میگیره اگر یا مثلا 100 بکنی اون 100 میگیره بیخی زیر میشه
یو بل هغه کې جوړیږي یو بل سرفیس جوړیږي صحیح ده که د دې نه سیکشن هم واخله کېدای سي دا هم لاندې تللی ښه نور دې نه زه تېرېږم خو دغه فایل چې څنګه جوړوی هغه ته ځو صحیح ده این فایل که چی رقم جور میکنیم آماده میکنیم به اونمو میریم ما در دسکتاپ اینمینجا داریم خب اینمی فایل باز میکنیم اینمی ای را کنترل ای بگو کلش سلکت کنی سیز کنترل سی بکنین اینمینجا ورد باز کنین ورد خدا کیبورد که آقا دا یو ځل چې کلیک کی ورد ولیکه ورد چې کله خلاص که اوس کنترول وی ورته وای صحیح ده ګوره ټول نقاط یې موږ راغله دلته تمام نقاط که اونجا بود اینمینجا آمده نی حالی برایش بگو کنترول اچ کنترل اچ find and replace برایتان میای خب دینمی دا find and replace چی میکنی find what تنها اینجا سپیس هستنی اینه یک هست با سپیس گفته سپیس اینجا یک سپیس بزن سپیس دا کیبورد این replace with چی کنه اینجا شیفت بگیرین دا شش دا تب چی کنه خب اینمی نشانی یک سمبول تب هستن یا کمی جدا کنه کلش اینجا ریپلیس آل برش میگیم خب اینا آل دن کلش از یکی دیگه دور کرد سیز اگر این میره میبینی دایی میشه برد اونمو تپ شده که از یکی دیگه دور شده حالا یک این به خاطر میکنیم که اینمی یک شماره ما دیلیت کنیم اینمی چه رقم به آسانی دیلیت کنیم اگر یکی میپالیم دیلیت میکنیم خیلی وقت میگیره خب اینجا حالی میری ده خود چی در تیبل در اینزرت برین در اینزرت ای را سلکت کنین یک دفعه کنترول ای در اینزرت برین اینجا برش کنورت تکست تو تیبل ای با تیبل کنورت کنین اینمی دیتا اینا کنورت شد سیز دا دی چکلا کنورت را اوز داغا کالم ایمونگ نده پکرده دا با طول سلکت که رایت کلیک وکا رایت کلیک دیلیت کالم چیره ده کالم سلکت ہوتا خاص سلکت نوتله وہ دنے کالم کیسے ورز رایت کلیک وکم لگ وقت نیسی لگ سخت دی چه دا نقاط بیخی ډیر دی ښه چې کله رایټ کلیک او څه وخت نیسي هلته وګوره بېرته لاړه لږ حوصله وکړئ ګوره وینې هغه لږ لږ ښکاري دا دا اوس راغی ښه ډیلیټ کالم لږ صبر وکړئ چې دا خلاص اوس دا سلیکټ کړئ ټول رایټ کلیک هلته نقاط ډېر دي سم نه راځي زه دا اوس ډیلیټ کالم دا هم ډیلیټ شي صحیح ده اوس باید آلی باید اینمی چه که از تیبل که هسته نه اینمی خطایی باید گم شود باز نمیشناسه نه اینمی اگر ببریم دریویت نمیشناسه باز کنترل ای برایش میگی سیز کنترل ای کنترل سی ای را کاپی کنین پس در اینمی چی برین در این نوتپد اینجا نیو بگیرین اینم اینجا پستش کنین او چی نام جدول نه پس اینمی را کاپی میکنی در ورد میبری که در کاما دیلیمیتد شوه نه کاما که جدا شوه که باز خود رویت بشناسه اینمی را کنترل سی کردین برین یک فایل دیگه بگیرین از این نیو از ورد بگیرین کنترل وی خو اینجا که آوردین باز کنترل ایچه حالا اینمی تب که هستن نه ای خود تب کرده بودیم نه ای را اینجا پایند کنه ای برای پیدا کنه در چی تبدیل کنه در کامه replace all اوکی
چرا نه خب ریپلیس حال برش نگفتم نه خب چرا نکرد خیر است کنترل اچ هم برش میگیم صحیح است خب اینجا سپیس از یادم رفته نه اونجا سپیس هستن این سپیس ای رقم چی کنن او دا بخیست است اوس کامه بنده التا سپیس و بیا مغه تابو زکه نه هغه کو اوس ریپلیس آل ورته و ټول ګوره واړول ونمو پس با حالت چی آورد نه اونه کامه آورد حالا ای پایلتان که هست اینمی ای را پس کنترل ای کنترل سی یک فایل دیگه جور کنین ای دونت سیو برایش بگو اینم اینجا ای حالی در دسکتاپ سیو میکنیم اینا سیو در دسکتاپ برایش میگیم نیو پوینت میگیم صحیح خواهی در کیبورد مشکل است هایستم برست آقا می پر دسکتاپ سیو کنم صحیح دا بیخی کلوز کن آقا پایل چه ده داده نیو پوینت صحیح ده گوره دی سر اشتباه ونسی دا بیخی داست سنگ اوس لار سه ریویٹ ده دا سرفیس چه ده بیخی ډیلیټ کړه صحیح ده هیڅ شی هم چې پاتې نشته اوس سایټ تو په سرفیس create from import specify point په ډیسکټاپ باندې دا ټیکسټ فایل دی یعنی نوی فایل بود نه اوپن میټر اونو مساحه اینمی در 200 هستن در 500 میکنی در چه که میبینی اونم کل نقاط آمده اینمی رقم تبدیل میشه خب اگر پینش کنیم اون پینش خب دیگه پیش میریم پراپرتی لاین هستن خب اینمی امروزی اینمی توپوگرافی سرفیس خلاص میکنیم سپلیت سرفیس هستن دیروز ما برایت گفته بودیم نه یک سرفیس بیخی سپلیت میکنی از این جدا میشه مثلا اگر یه بگیرین اون سلیکت میکنین اگر یک سرک جور میکنین دیروزم یک کمی کار کردیم یک کمی کار دیگه هم سرشان میکنین مثلا از اینجا تا اینجا این رقم سپلیت میکنی یک سرک جور میکنی یا دیگه این خستریت هستن شما میتونی تاویشون بده این ای ساحه بیخی سپلیت شد میشه یک مواد دیگه اینجا برایشان چی کنین بیارین در پراپرتی برین گراس میگیریمش مثلا صحیح گراس میگیریم این اینجا ببین که گراس هست خو اینجا نیست گراس میشه بیاریم یک خیر سود سری المونیم یک چیزی بیا یا گراس هست یا پلانت ببین نه هستن اینجا خود رویت هست اگر نباشم میتونی بیارین خب گراس این قدر زیاد است هر یکی که میگیری این ما های کوالیتی اینمی میگیریم اونجا باز متریال المونیم ما سلیکت کردیم او ایدیت میشه خود تنها نامش المونیم میمانه خیر هستن او ایدیت شوه این میشه نامشم تغییر بتن ما اونمو نامش میمانیم خیر هستن چطور زود کار شوه صحیح دیگه خکتی مواد یا متریال دیگه بلد است این متریالش در لیستیک برین ای دا پین بکنین در 3D موادش باید تبدیل شد نمیشه نه؟ یا آل خدا چی نیستیم در لیست در لیستیک معلوم میشه ما در چی بودیم این موادش اونمو گراس گرفتنی نمیره اگر رود متریال برایش میشه رود متریال بده یک
مرج سرپیس است که دیروز ما نخوانده بودیم نه؟ مرج په دې معنی که ته غواړې دا ساحه له دې سره یوځای کړې پس یکجای میکنی. یک سپلیت که جدا میسازی و دیگه که است یکجای میکنی مرج. مثلا اینمی است یک دفعه جدا کردی ای پس میخوای که تی مرج شد ای را سلکت میکنی کنترل بگی اینمی دیگه یک دفعه در مرج بیان مرج اینمی را سلکت کنین که تیار دیگه که مرج میکنی اونمو را سلکت کنی اون پس مرج شد بیخی آگه لاړو کنه اگه کلام نمای خود دیگه میجرسه ای خود اون قدر خودش میکنه میشه مرج یک جای میکنه. پس اگر مثلا نی میخوای کتی اول کدام آیتم میگیری میخوای چی که چی مرج شد مثلا نام خود که تو کلام مرج کردی نه گم کلام گم شد کلام به خود میتونستی ما مطلب تان خوب نگرفتیم. خب اگر ای تو میخوای که دو مثلا مرج میگی اگر اینمی اول سلکت کردی دوم اینمی فرقی نمیکنه خب ای کتی مرج میکنه اینا مرج کردیم صحیح. حالا ببینیم در سافت اگر فکر میکنیم شما میگی اگر اونمو خورد مثلا متریالش دیگه بود اگر اول او سلکت کنیم که تی مرج شاید متریال اینمیم سری او اپلای شوه نه تو باش ببینیم که چی رقم کار میکنه. اینما اینمی که تی او مرج میکنیم نه اینا مرج اینمی خب ای که تی او هیچ کار نمیکنه اینمی به خاطر که از این سپلیت شده نه ببین مرج میگیم تو باش شاید کار اینمی تو باش چی رقم صحیح استن ای تو گپ است خو اینمی اگر اول هر یکی که سلکت کردی و دیگه که کتی مشخصات اینمی میگیره مرج میشه اول که انتخاب کردی اونمو متریال هر چیز به او دیگه میره خلاص. خوب جای متوجه شدی صحیح. خب این خلاص شد نه یک سب ریژن هستن. خب تا جایی که ما دیدیم از اینمی سپلیت و دیگه که هستن فرقش حالی ببین که چه فرق داره. ببین سب ریژن دومره سمیزه په فرق باندې ونه پیدم د سپلیټ او سب ریژن باندې چې د دې هغه څه شی دی مثلا یو سړک څه شی جوړوي زه به داسې یو زر څه را اپسیټ او اف مثلا یو 10 متره تر خمونږ په متر کې 10 متره 10 متره هلته ډېر دا ساحه ډېره لویه دی که نه بیخي واړه ښکاري. زه څنګه نه زه خیر ده اوس دا ټریم که ګوره کله مو چې سپلیټ کاوه سپلیټ هغه فرق ته به راسو نور داسې دقیق زه نه پوهېږم چې مثلا که سب ریژن دی او خپل سپلیت دی کنه چې هغه یو بل سره څه توپیر لري که فرق بینشان چی هستن. خب ببین اگر ما سپلیت میکردیم اگر ای را بیخی بازم میماندیم و ساحه را سپلیت میکردیم ولی که چی نشوه اینمی باید بسته شوه داخل اینمی شوه که اینمی سب ریژن اینمی ساحه جور شوه. ببین خود داخل اون نشوه کار میکنه ولی باید چی شوه بسته باشه نه این سب ریژن یک ریژن دیگه یو پرایی ریژنی ورته هغه که اوس که دا داسې که ګوره یو بل سپلیټ کوم هم ښه سپلیټ هم چې هغه فرق تر کومه ځای چې زه پوهېږم همغه درته وایم یعنې اینمی ای را میگیری یعنی یک چیزی رقم میگیریم ای را سپلیت میکنیم. ببین این که سپلیت شده اگر ما سلکت کنیم اینمی سپلیت شدگی را نه آقا لیغه که ده اگر دیلیت برش میگیم اینمی کلش دیلیت شد نه یعنی بیخی از تو سرپیس کل یک میکنه جدا کرده سپلیت کرده. اگر اینمی را بگیریم
اینا میره تباش سلکت این که سب ریژن است این را دیلیت میکنیم و دیلیت نمیشه دا دیگه آپرایی برخده نور اگه انگلیسی شانی ولولای چه نور هم خیلی توپیر ولری کنه چه دی کم شانو لپاره مون کار کن خواهده دی پا توپیر بنده خوب پایده چه رقم کار میکنه سیز خواهیم خواندیم گریدید ریژن هم خواندیم سیز یک چیزی دیگه من دی لیبل هم خواندیم تنه پراپرتی لاین مانده سیز دا پراپرتی لاین تنه دا چی کار میکنه خود دا ساید بیاین دا 3D کار نمیکنه پراپرتی لاین خو میشناسی مثلا یک پروژه تان باشه که حدودش دا کجا هستم اینه میره میگیری فکر کنین که create by intersecting distance and bearings create by sketching ما سکیج میکنیم سیز زور تایم دیزاینه تر دیزای پوری یعنی دا دیمون پراپرتی لاین دی اگه بوندری ایریا مو دی نخواهتا من کار نلرو باز اینمی پراپرتی لاین کی جور کرد برایتان و علیکم السلام او ربطه این پراپرتی لاین باز میشه که ما تگ کنیم خواه آلی تگش شاید لود نباشه اینجا ببین اگر تگ برایش بگویم تگ لود نشده اینجا برین لود کنین اینوتیشن پراپرتی لاین دستیوال ببینیم پراپرتی لاین تگ یکی نمیز این شعاع و دیستنس برای نشان میده این نمیز زاویه و دیستنس است یک شما میگیریم خب که لود کنیم اگر حالی اینجا کلیک کنین و زاویه برایت میگه ساوت تا ایست که چقدر است 85 است و اینمی لاین ما که پراپرتی لاین یک ساید ما است که هستن 1448.14 هستن تگ موکا اوسکار زیتوز او دیدی یو ساید طول در تخیی اوسکا دیدی دا زاویه چه ده؟ دا که دایسی 15 تیوی زو گورم چه ریخته ده کنه یا که دایسی بل زینه بیا خسته وی همدا باوی کنه خود دی آغا نه اخسته ده خواه ده زکه دا اندازه کم گوره دا دوانوی دی لینونو منز که ده آغا چه ده؟ ده آغا نه ده دی ساوت نه ده یا دی ساوت نه تر ایست پوره دی ساوت نه تر ایست پوره دا مغا زاویه ده اوس که تا بل داغا لاین تکه گوره دا لاین تکه کنه ده دی تگ لپار رازی تگ ورطه و دا تکه دا اوس دی 890 متره ده دسه او که داس خادیر ازنو شوه دا تگ زیسته کم دا یو سلیکت کم مدیپای تا لارسه تگ نبیخی لارسه اوس که دا سلیکت که دا پراپرتی لاین دا غلطه مساحت طول هر شای در توائی گوره دای طول ایریا دی توتل دیتا ارتیا نشته چه تا متر واخلی از یعنی دیر زری در تا ایریا برایتان خیلی زود چی میکنه اینه اگر ای چی ایدیت میکنی ببین ما ای ایدیت میکنیم دا ایریا خودش تغییر میاد ایدیت سکیج برایش سیلیکت ایدیت سکیج اینه ای کمی ما ای طرف میبریم نه لین تا گوره لین بیخی تغییر سکنه دایمنشن چه ده گوره نور تغییر ورکه فینیشی که ایریا تا گوره سمره را کم است اتومات اونجا چی میشه ایدیت میشه خب این تگ اگر زیاد میخوایی که تگا داشته باشی تگ نه خیلی مهم هستن که زیاد داونلود میکنی اونم رو میخوانیم باز امروز بس هستن صبح میشه مس بخوانیم باز مس خیلی یک چیز جالب است دلتا تگ تازه لودed tag and سمبول دیخه دا در ترازی دلتا وګوره دا انالیتیکل بیم د دې ټګ اوس نه دی لوډ سوی ایریا چې دی موږ اوس ټګ کولی سو هر چیرې چې ایریا وي په همدې پروژه کې اوس دلته ټګ کولی سئ ولې هېڅ سمبول نه دی لوډ سوی یعنی د دې معنا دلته دا دی که دلته ټګ در سره لوډ سوی وي که نه زه اوس ګوره پراپرټي لاین ګورم په دې کې که پراپرټي لاین به دا دی
دا اوس مونږ لوډ کې کنه ولې دا پراپرټي لاین ټاګ ډیسیمل ډیګریز دا یو بل هم شته را سره که دا هم سلیکټ کړو بیا همغه ټاګ دې نه هم ګټه اخیستلی سو یعنې دا ټاګونه اوس مونږ سره لوډ سوی دی ځکه کار کوي که تو غواړی نور ټاگونه دلتا ټاگ داونلود که یا خیلی مهم هستن اگر ټاگ اینجا لود کرده باشی به خیلی سادگی در دیتیل کار کرده میتونی اینجا میری در لود فیمیلی و یک اینجا هستن فیلتر لیست است اینجا مولتیپل هستن اگر یا میخوایی مثلا تن ارکیتکچر رو ببینی ارکیتکچر برای معلوم میشه استراکچر اگر کلش میبینی اونه یه چک باکس تک مارک کنین واس کلش میاد در لود فیمیلی میری در لود فیمیلی که رفتی اگر اینه میره چه میکنه که کلش اونجا لود شوانه شب بگی اینه میره سیلکت کنین حالی کلش خوب سیلکت نشده خب تو باش در کنترول میشه یعنی که کلش بیا اینجا باز نه کلش اونش شد هغه په 2011 ورژن کې دی 2019 ته اپګریډ کوي ښه همداسې ټول راځي دا د چې کله لوډ کړه بیا کېږي مثلا اوس داسې موږ ته نه ښکاري یو څه شی به وګورو چې هغه زه بیا لوډ کړم ښه یوازې ارکیټکچر به وګورو اسمبلی دی کیز ورک دی ماس فلور او دا شان دی اوس وګوره لوډ فیمیلی ته ځې سیول ارکیتکچر دلته چیرې دی ارکیتکچر دا دی اینه میره سیلکت میکنیم کلش خوب زیاد هستن اینه و دا ټاګ دی اوس دغه ټول ټاګونه چې دی موږ سره لوډ کیږي بیا کته د فلور لپاره ټاګ د بیم لپاره هر شی اونجا استراکچر هر چی جدا میگه باید باشه ما به خاطر امروز گفتم که دیگه ما به چی میریم خب آیسته آیسته پروژه را جمع میکنیم خود سافتویر نیست نه د سافټویر هستن باید جور کنه مثل که فیمیلی جور میکنی این تک فیمیلی هستن اگر جور باشه کتیتان خیلی خوب هستن بدون که شما هر چیز نوشته کنین اینا میره تنها تگ میکنی یا کلش برایش میگی که کل چیزا اتومات مثلا ما دروازه که تگ میکردیم با یک کلیک یا با دو کلیک کل دروازه برای تگ میکنه نه اگر نوشته میکنی باز در جدول میبری خود زیاد وقت میگیره خدا زه کینسل کوم نور وپوهېدی که نه اوکې دومره به نن بس وی نور خو په همدې هغه کې څه شی پاتې نه سایټ کمپوننټ مو پرون وویل بلډینګ پټ باندې مو خبرې وکړې پارکینګ دې باندې سیټینګ ته هم لاړو مرج مو نن وویل دا مو وسو دا یعنې هغه کې څه شی پاتې نه سو تو په سرفیس سبا ته به انشاءالله هغه به وایو مس به وایو مس بس خیلی جالب هستن